دوستان سلام. امروز با همدیگه قراره با دستگاه الکتروکاردیوگراف آشنا بشیم. وسیله‌ای که به پزشکان کمک میکنه تا با بررسی عملکرد تپش قلب، سلامتی و بیماری قلب افراد رو بررسی بکنن و اگر خطری جان اونها رو تهدید میکنه اقدامات لازمه و درمانهای لازمه رو به انجام برسونن. اما قبل از هر چیزی ما بایستی که با فیزیولوژی قلب آشنا بشیم، ببینیم منشأ این امواج که به روی کاغذ در میان از کجاست. خب منشأ این امواج از تپش قلب هستش. تپش قلب چجوری ایجاد میشه؟ به این صورت که قلب رو ما یک پمپ دوگانه پویا میدونیم، یک پمپی که خستگی ناپذیره و انقدر دقیق هستش که میاد خون رو توی یک شبکه خیلی وسیع که همون رگ‌های ما هستن به حرکت در میاره. انسان در طول عمرش قلبش بیشتر از 3 میلیارد بار به تپش در میاد. اما این قدرت قلب از کجا تامین میشه؟ قدرت قلب از دو قسمت پایینی اون، یعنی بطنها که دیواره عضلانی ضخیمی هم دارن، تامین میشه. انقباض این بطنها خون رو وارد سرخ رگ‌ها میکنه و دو بخش بالایی هم که دیواره نازکی دارن، از اون قسمت هم دهلیزها رو شما اینجا داریم میبینین که مثل یک مخزن دارن عمل میکنن و خون داخلشون جمع میشه و به بطنها میریزه. ببینید هر ضربان قلب شامل 2 مرحله اصلی هستش. به مرحله اولش میگن دیاستول که قلب در حالت استراحته. در این حالت قلب پر از خون میشه. تو مرحله دوم که بهش میگیم سیستول، قلب منقبض میشه و اون خونی که داخلش بود رو به بیرون میده. کل این چرخه نباید بیشتر از 1 ثانیه طول بکشه. البته این رو هم باید در نظر بگیریم که وقتی افراد دچار هیجان، تحریک میشن، دچار احساسات میشن، تغییرات خلق و خو یا حالا یک سری اتفاقات میشن، این تعداد ضربانهای قلب و اون حجم خونی که داخل قلبشون پمپ میشه میتونه به شدت افزایش پیدا بکنه. اما سوال اینجاست که این گردش خون، این پمپاژ از کجا منشأ میگیره؟ جواب اینجاست که رشته‌های هدایتگر یا رشته‌های هادی قلب تخصص یافته این کار هستن، به این صورت که این رشته‌ها سلول‌های عضله قلبی هستن که یک حالت نازک و دراز و تخصص یافته‌ای هستن که بهشون رشته‌های پورکینج گفته میشه. اینا میان ایمپالس‌های الکتریکی رو توی سراسر قلب پخش میکنن و امواج پیکیوآرس از همینها ایجاد شده. تغییراتی که توی این موجها به وجود میاد هر کدومشون میتونن نشون دهنده یک بیماری خاصی باشن که هر تغییری هم که ایجاد بشه سریع باید توی افراد پیگیری بشه، مثل علائمی که مربوط به سکته یا همون MI هستش یا مواردی که الان براتون توضیح میدم. مثلا توی این عکس شما به این نوار قلب نگاه کنین. اینجا فرد دچار فیبرالیسیون دهلیزی شده، یعنی ضربان‌های خیلی سریع، ناهنجار و ضعیفی داره قلبش و ممکنه تعداد این ضربان‌ها تا 500 تا در دقیقه برسه. بسته شدن گره دهلیزی بطنی باعث این مشکل شده، یعنی توی دهلیزها این گره بسته شده و در نتیجه سرعت ضربان بطنا تا 160 تا افزایش پیدا کرده. ببین موج اصلا اون حالت طبیعی خودش رو از دست داده. توی این یکی مورد شما تاکیکاردی سینوسی رو میبینین که توی این حالت ضربان قلب طبیعی هستش اما سریعه.
معمولاً هم بیش از 100 ضربان در هر دقیقه است. تاکیکاردی سینوسی به خاطر چی به وجود میاد؟ به خاطر تب، ورزش، هیجان زیاد یا مصرف کافئین. اینجا زیاد مثلا مشکل خاصی میتونه نباشه، اما خب باید پیگیری بشه وضعیت بیمار. حالت سوم تاکیکاردی بطنی هستش که تو این حالت انقباض‌های خیلی سریع بطن رو داریم میبینیم. چرا این انقباض‌ها سریع هستن؟ چون عضله قلب در اثر بیماری قلبی یا حمله قلبی صدمه دیده. اینجا این ایمپالس های الکتریکی ما به سختی اومدن از اون قسمت صدمه دیده قلب عبور کردن و به خاطر همین یه سری جاها بر میگردن، دوباره به گردش در میان و همطور که میبینین نوار قلب این فرد حالت برعکس پیدا کرده. این همون به خاطر اون گردش مجدد خون هستش. حالت آخر رو هم اگر نگاه کنین که یک سری موج‌ها داریم که قله ها داخلشون یک دره هستش. تو این حالت شاخه هادی قلب صدمه دیده، بسته شده. شبکه هادی قلب که میدونین جریان الکتریکی قلب رو منتشر میکنه دیگه. اگه این شبکه آسیب ببینه باعث قطع این جریان میشه و یک سری از این سیگنال ها حالا ممکنه از اون جاهای سالم عبور بکنن و یک سری ها هم به اون قسمت صدمه دیده برسن. به خاطر همین توی این نوار قلب شما میبینین که چه تغییر حالتی داریم و تو این حالت ضربان قلب خیلی خیلی کند میشه. همه این مواردی که توضیح داده شد بی‌نظمی های قلب هستن، بی‌نظمی های ضربان قلب هستن که بهش میگن آریتمی. اگر اختلالی در دستگاه الکتریکی قلب ایجاد بشه، ضربان حالت غیر طبیعی پیدا میکنه و این حالت آریتمی رو به وجود میاره. به این آریتمی حالتی هستش که باعث میشه این ضربان قلب به صورت غیر طبیعی یا کاهش پیدا بکنه یا افزایش پیدا بکنه. ضربان طبیعی قلب به وسیله فعالیت طبیعی گره سینوسی دهلیزی یا SA بالای دهلیز راست ایجاد میشه. این جریان الکتریکی که خیلی شبیه ایمپالس عصبی هستش میاد تو سراسر دهلیز پخش میشه و اون رو منقبض میکنه. این جریان ها به وسیله گره دهلیزی بطنی یا همون AV تقویت میشن و از طریق یک سری رشته های عصب مانند در طول این دیواره بین بطنی و عضله بطنی به حرکت در میان. همجور که دیدین هر اشکالی که توی این مسیرها ایجاد بشه باعث بی‌نظمی هایی توی ضربان قلب میشه که چند موردش رو با هم دیگه بررسی کردیم. عملکرد دستگاه الکتروکاردیوگراف در مورد قلب به این صورت هستش که این دستگاه میاد امواج الکتریکی رو که به صورت یک سری اوجها و فرودهای متناوب هستن ثبت میکنه. هر دوره فعالیت الکتریکی قلب چندین قطعه رو شامل میشه که این دوره ها از موج پی شروع میشن و تا موج پی بعدی ادامه پیدا میکنن. خود پی یک موج نسبتاً کوچیک هستش که انقباض دهلیز رو میاد نشون میده. بعد از یه مکث کوتاه ترکیب QRS رو ما اینجا میبینیم که توی اون خط نوار قلب یه حرکت سریعی به سمت پایین، بالا و 2 مرتبه به سمت پایین داره.
این ترکیب به خاطر انقباض بطن‌ها ایجاد میشه و بعد از یک مکث بلندتر ما موج تی رو مشاهده میکنیم که همون پر شدن ناگهانی بطن‌ها از خون رو به ما نشون میده. خب حالا که تا حدی با فیزیولوژی قلب و امواج قلبی آشنا شدیم، میخوایم با فیزیولوژی خود دستگاه آشنا بشیم. خب این عضلات قلب برای ایجاد این انقباض‌ها، انبساط‌ها و پمپ کردن خون به قسمت‌های مختلف بدن یک فشار خون مناسب باید داشته باشن تا این خون رو به حرکت در بیارن توی سیستم انتقال خون بدن ما. و این سیستم هم به صورت مستقل به یک تحریک الکتریکی نیاز داره. مشخصه مهم این دستگاه این هستش که میاد به ما سلامت یا بیماری قلب رو آگاهی میده. اما چگونگی عملکردش به این حالت هستش که باید بیایم یک سری حرکات قلب رو با نمونه برداری از نحوه انتشار سیگنال های الکتریکی قلب تو نواحی مختلف بدن مطالعه بکنیم تا بتونیم از شرایط قلب آگاهی پیدا بکنیم. اما در مورد آموزش کار با دستگاه نوار قلب، قبل از استفاده از این دستگاه ما یک سری اطلاعات رو باید داشته باشیم و بیمار رو هم در اون مورد راهنمایی بکنیم. مثلا اینکه فرد باید استرس نداشته باشه، وعده غذایی سنگینی نخورده باشه، اتاق نوار قلب رو ما خودمون باید گرم نگه داریم تا کسی که میاد ازش نوار گرفته بشه از سرما بدنش دچار لرزش نشه، چون این لرزش ها چه بر اثر سرما چه بر اثر استرس میتونه روی نوار قلب یک تأثیر منفی بندازه و یه پارازیت ایجاد بکنه. در آقایان موهای بلند سینه مانع ثبت نوار قلب میشه. ثبت میشه ولی خب ممکنه توش یک سری خطاها ایجاد بشه. این دستگاه هیچ برقی یا جریان الکتریسیته‌ای به بیمار القا نمیکنه. اما خب بهتر هستش که فرد لوازم فلزی خودشو مثل کلیپس، ساعت، حلقه از خودش در بیاره، کنار بذاره تا پارازیتی ایجاد نشه. یک کاغذ حلقه مانندی هم داخل دستگاه قرار داره که وقتی سوزن دستگاه گرم بشه میتونه خطوط نمودار قلب رو روی اون کاغذها به ثبت در بیاره. توی الکتروکاردیوگرافی ما از جفت الکترودها استفاده میکنیم که بهشون میگن لید. این لیدها میتونن سیگنال ها رو چیکار بکنن؟ برداشت بکنن، ثبت بکنن، از بدن دریافت کنن و به دستگاه منتقل بکنن، دستگاه هم اونا رو چاپ بکنه. این لیدها به صورت 2 قطبی یا تک قطبی انتخاب میشن. معمولا توی ثبت‌های توی ثبت‌های کلینیکی مجموعاً ما 12 تا لید استفاده می‌کنیم که از بدن بیمار بیایم ECG ثبت بکنیم. 3 تا از اونها لیدهای اصلی هستن که بهشون میگن لید 1، لید 2 و لید 3 و 9 تا لید دیگه هم تک قطبی هستن که لیدهای سینه‌ای V1 تا V6 و لیدهای AVR، AVI و AVF هستن. یک دستگاه ECG یا الکتروکاردیوگراف باید قادر باشه تمام این 12 لید رو ثبت بکنه و نمایش بده برای ما. 4 تا از این الکترودها مخصوص اندام ها هستن و 6 تاشون هم مخصوص قفسه سینه هستش. توی شکل شیوه لیدگذاری الکتروکاردیوگرام رو شما میتونید
ببینید.